بریم سراغ تخم مرغ 7 سین. چون سال 1403 سال اژدهاست، من تصمیم گرفتم یه طرح اجرای فانتزی رو روی تخم مرغ پیاده کنم. بچه‌ها خیلی طرح‌های مختلفی میتونید اجرا کنید، حتی طرح‌هایی که مثل حالا اجرا و اینا مربوط به 1 سال نباشه و شما هی بتونید ازش استفاده کنید، دیگه خسته‌تون کنه از بس که اون طرحو ببینید. ولی از ساده تا سخت میتونید طرح‌های خیلی مختلفی رو پیاده کنید. حالا من اجرا رو پرینت گرفتم، سایز رو کوچیک کردم متناسب با تخم مرغم. حالا طرحو الان میرم کپی میکنم. شما اگه تونستید که خودتون بکشید، اگر نه که مثل من کپی کنید. شما هر دورگیری که داشتید میتونید استفاده کنید، حتی مشکی هم اگر بزنید کار قشنگ میشه. داخلش رو با رنگ‌های پوششی کار کنید یا داخلش رو با اکریل کار کنید. بنابراین اینجور چیزا سلیقه‌ایه، یعنی نمیشه یه رنگ واحدی رو گفت. من از دورگیر اکریلی هنر مارکت استفاده کردم، داخل قیف دستساز میریزم ازش استفاده میکنم. حالا این قیفو چون الان قبلش داشتم کار میکردم و اضافه اومده بود دیگه آماده داشتم. اگرم که مثل من اینجوری کاری انجام میدید که دورگیرتون اضاف میاد، سرش رو یه چسب بزرگی بزنید بمونه برای مثلا حالا یه کار دیگه که دارید، تا چند روز میمونه. اگر در واقع سرش رو قشنگ چسب بزنید که هوا نخوره، میمونه و میتونید ازش استفاده کنید برای دفعه بعد. بچه‌ها سر تیوبتونم، حالا چه قیف دستساز باشه چه اون دورگیرای تیوبی باشه، مرتب تمیز کنید که دورگیرتون جمع نشه. دستم خورد روی قسمت. خب من اینو برمیدارم، دوباره میندازم، زیرش هم کاملا تمیز میکنم. بچه‌ها این قسمت رو دیدید که خراب شد، دوباره گذاشتم. حواستون باشه جوری دوباره دورگیر رو بذارید که از هر دو طرف به دورگیر قبلی برسه و روش یکم پوشش بدید که یک دست بشه. وقتی خشک میشه مشخص نباشه که 2 تیکه است. بهتره با نمکی شد. بریم سراغ رنگامیزیش. بچه شما المانای دیگه هم میتونید اضافه کنید. مثلا اگر دوست داشته باشید این پایین چمن داشته باشه یا گل بذارید، یا حتی یه کادری میتونید این قسمت بکشید داخل کادرم رنگ کنید. این بسته به این داره که شما طرح پرکار بخواید یا یه کار کمکار و خلوت، میتونید حالا کم و زیاد کنید طرحو. اما الان من میخوام یک رنگ سبز تیره‌ای بزنم. برای این قسمت هم طلایی هم قشنگ میشه، صورتی چرک هم خوبه. حالا من طلایی میزنم ببینیم با هم چطوری در میاد. بعد الان بریم رنگو بسازیم. اما قبلش من چون دیگه دیدم یه رنگه دیگه نمیخوام که چند تا رنگ بسازم و اینا، یه در بطری برداشتم، یه فویلی رو به صورت مربع برش دادم، گذاشتم داخلش که دیگه هی نخوام پالت رو جابجا کنم و اینا. شما با در بطری میتونید استفاده کنید. اگر که حالا گوتر خواستید بکنید، یعنی حجم رنگی که میخواین بدید زیادتره، خب به فضای بیشتر نیاز دارید، گوترش میکنید. یه دستمال پارچه‌ای رو برمی‌دارید تا میکنید، فویلی که گذاشتید رو در بطریتون فشار میدید، این داخلش گود میشه، این قشنگ داخلش گود میشه، این قالب میفته
و شما رنگتون می‌ریزید استفاده می‌کنید و بعدم میندازید بیرون. از در خود بطری هم میشه استفاده کرد، اما به نظرم رنگ یه ذره پرت میشه. می‌بینین کنارا یه ذره اون لحظه که می‌خواد رنگ‌آمیزی انجام بدید و تمرکز کنید روی کارتون، باید حواستون باشه که رنگو از داخل اون شیارا بردارید. ببینید اینجوری دیگه فویل رو می‌ذارید داخل، این سبک هم هست، راحت هم قابل جابجاییه. خب من می‌خوام از رنگ‌های ترمه باران استفاده کنم. اول رنگ سبزمو می‌ریزم و کم کم بهش رنگ آبی اضافه می‌کنم. حواستون باشه که خیلی نسازید، چون ما خونه رنگی بزرگ خیلی زیادی که نداریم، در یه حد معمولیه. بچه‌ها حتی میتونید رنگ اکریلی بسازید یا کار رو فانتزی ترش کنید، اکریل 7 رنگ داشت بریزید داخلشو، از این کارا میتونید بکنید. خب به نظرم کافیه، حالا بریم امتحان کنیم انشالله که کم نیاد. خب من داخل کار رو کاملا تمیز کردم و رد کربن رو پاک کردم تا جایی که میشد. اگر دیدید شما رد کربن خیلیه و نمیتونید پاکش کنید، حداقل رنگی که میخواین برای کار استفاده کنید رنگای پوششی باشه، یعنی با سفید قاطی باشه، یا هم حالا اکریل و اینا بریزید که دیگه پوشش بده اون داخل رو و رنگ کربنتون دیده نشه. ترجیحاً که از رنگ کربن روشن استفاده کنید، مثلا برای این کار کربن زرد گزینه خوبیه، ولی چون من میخواستم شما تو ویدیو ببینید از کربن آبی استفاده کردم. من دارم یه ذره تمرکز میکنم که رنگ رو دورگیر نره، چون دورگیرم روشنه رنگ اصلا نباید رو دورگیر بیاد. خب اگر رنگ اضافه جای جمع شده برش دارید، بعد بذارید دیگه خشک بشه ثابت، اینو یه جایی بذارید. من قبلا توی فکر کنم ویدیوهای اولی باشه که داخل این چنل گذاشتم آموزش دادم که چجوری برای ما یه پایه شما درست کنید. همین کارو برای این چیز میتونید انجام بدید، تخم مرغ، ولی من الان سعی میکنم که اینو بین دو تا ظرف قرار بدم که این تکون نخوره و رنگ خودش رو اینجوری بگیره، چون رنگا ریزش میکنه بنابراین باید ثابت بمونه. این تخم مرغ هم که منحنیه دیگه تکون میخوره، بعد شما ثابت. حالا من پارچه‌ای ام دم دستم نیست، پارچه‌ای رو میتونید شما اینجوری رول کنید، بذارید که آره این تکون نخوره و ثابت بمونه که رنگا هی جابجا نشه. قسمت بالاش میمونه که الان اون قسمت هم رنگ میزنم. بچه‌ها قبل از اینکه رنگا خشک بشه باید رنگ اضافی رو جمع کنید. به محضی که خودش رو گرفت دیگه اصلا بهش دست نزنید. خب بعد برای رنگ طلایی میخوام از ورق طلای مایع برند هنر مارکت استفاده کنم. خیلی شاین قشنگی داره، ولی باید چند دقیقه اینطوری بزنم که کاملا رنگ یک دست و صاف بشه، بعد ازش استفاده کنم. میزنم بعد میام رنگ‌آمیزیشو که دیگه مثل همین قسمت داخلش با قلم داتینگ انجام میدم. اول که سرشو میشورم کاملا تمیز باشه، بعد یک مقدار کمی رنگ میدارم چون اینا فضاش کوچیکه، نمیخوام خیلی رنگ زیاد جمع بشه، کم برمی‌دارم. اگر نیاز بود دوباره میذارم، قطره رنگو دوباره میذارم. خب بعد از اینکه کاملا کارتون خشک شد تمیز کنید کار رو که این قسمت ها رد کربن نباشه، ریخته شدن رنگی اگه اتفاق افتاده در حین رنگ‌آمیزی اونا رو پاک کنید و حالا کلا یه کار تمیز و مرتبی داشته باشید. تمام شد. طلایی و سبز کنار هم خیلی ترکیب قشنگیه. دوست قشنگم، ممنونم که همراهیمون میکنی. اگر که سوالی داری حتما کامنت بذار، راهنماییت میکنم. ممنون میشم که نظراتتو در مورد طرح‌هایی که اجرا میکنم بگی که بدونم که در ادامه چه طرحی انتخاب کنم که بیشتر مطابق با سلیقه شماها باشه و یه کاری با هم اجرا کنیم که هم شما لذت ببرین و هم من.